چی شده؟ چرا ناراحت به نظر میرسی؟ خوب شد که آمدی. خواب دیدم سیم کارتم بند شده و هیچ نمیتونستم همراهت تماس بگیرم. اگه سیم کارت خود را راجستر نکنیم، خواب تو حقیقت میشه و سیم کارت ما بند خواهد شد. پس بیا که بریم سیم کارت خود مطابق قانون اطراح ثبت کنیم و با دل جمع ازش استفاده کنیم. طبق مقررات اداره اطراح سیم کارت خود را با اصل تذکره الکترونیکی یا اصل تذکره کاغذی با پاسپورت الکترونیکی تان راجستر کنید. اگر تنها تذکره کاغذی دارید می توانید یکی از اعضای خانواده و یا دوستان خود را که تذکره الکترونیکی و یا پاسپورت الکترونیکی داشته باشد و هویت شما را تایید نماید با خود به مرکز خدمات مشتریان بیاورید. بعد از تکمیل نمودن پروسه سیم کارت، برنده اینترنت یا دقایق رایگان به شماره‌های MTN و جوایز نقدی شوید. جایزه هفته‌وار 25000 افغانی، جایزه ماهانه 100000 افغانی و همچنان برنده جایزه بزرگ 1 میلیون افغانی شوید. اگر سیم کارت خود را به نام خود ثبت ننمایید، سیم کارت شما مسدود می‌گردد.